بله. آقای کاوه. بله. آقای کاوه منم بله ببخشید. سلام. خوب هستین؟ ممنونم. خواهش می‌کنم. عید شما مبارک. سبزی پلو ماهی شب عید براتون آوردم. نوش جون. متشکرم. ممنونم. ماهیش هم تیغ نداره، خیالتون راحت باشه. با اجازهتون. خداحافظ. نوشا. الو آقا مهدی، بگو چند تا نوشابه برای من بفرستن. ممنون. آره خداحافظ. اومدم. سلام آقا. سلام. بفهم. 5000 تومان میشه. بیا. این 500 تومنه. 5000 تومان. بیا. 5000 تومان. مال خود. ممنون. عیدتون مبارک. یه ظرفای این خانم بارایی‌رم بهش بدم. اسمش چی بود؟ کی یادم رفت. یعنی آلزایمر گرفتم؟ نه دیگه، دکتر گفت هر وقت راه خونت رو گم کردی آلزایمر گرفتی. باید به یه بهانه اسمش رو بپرسم. خیلی خوب دیگه. شبی 10 بار باید داریم دستشو. شبیه خون، پروستات، شبیه چند بار دستشویی. خب اینم میراث بابایی ما. راستی بابا کی فوت کرد؟ هم سالروز مشروطه. چهارم بود یا 14؟ همش همین دوتا رو اشتباه میکنم. حالا نصف شبی برم کی بپرسم کی بیداره. تقویم برای چی درست کردم برم دیگه. یه میلاد خجسته، یه کودتای ننگین، سالروز مشروطه رو ننوشته. اصلا داشتیم؟ من ازم برای چی اومدم پایین؟ آها برای قرصان. دو تا زرز امروز یادم رفت بخورم. هر روز یادم میره. اینی که بعد از شام میخوردم. این گر گرفتگی کف پا برای چربی خونه. نوشابم براش بده. ولی کی به کیه؟ قدیما صدای باز کردن در نوشابه بارتر بوده. نیستی که بیا اینجا با هم دیگه. حالا باز خوبه کسی هم نیست آدم کار بی تربیتی بکنه. الو عمو حبیب. سلام، من بهارم. کجایین شما نگران شدین؟ کیش نیومدین که عمو؟ جاتون خیلی خالیه. زنگ بزنین لطفا. عمو به ماهیا غذا بدین ها. خب به ماهیا غذا میدم. قربونتون برم. غذاشون توی جعبه کوچیک پشت آینه هست. پشت. یادتون اومد؟ میبوسمتون عمو جون. قربونتون برم. خداحافظ. دستشویی به حاله زنگ بزن یادت نره. باز یادت رفت. این سوراخه. این سال
سلام کاوه. سلام آقای کاوه. عیدتون مبارک باشه. کجا داری میری؟ عید شما مبارک. میرم قدم بزنم. آقای کاوه کفشاتون تابتاست. اما خدای نکرده نخورین زمین. ببخشید. خدا به شما. کلیدم نیاوردم. موبایلم نیاوردم به بهار زنگ بزنم نگران میشه. ببخشید. جانم. ببخشید. من راه خونم گم کردم. خونتون کجاست؟ میدونم ولی آرزوی بله؟ هیچی دکتر گفت وقتی راه خونتو گم کردی یعنی آلزایمر. خوشگل خودم. خوبم. تو چطوری؟ خوبم. راحت اومدی؟ سخت بود. خسته شدم. حالا خستگی در میاره. خوش اومدی. ممنون. من یه زنگ بزنم بابام کچلم کرد. کچلت کرد؟ بابا تو چقدر بیقی، یعنی کلافم کرد. بیق یعنی چی؟ یعنی آیکیو لو، آیکیو لس، نو آیکیو. من نو آیکیو نیستم. تو بیقی. خیلی خوب من میرم. الو بابا. چرا جواب نمیدی؟ میدونی ساعت چنده؟ بابا من که بهتون گفتم تولد یکی از دوستامه. تولد دوست تو فرودگاهه؟ نه یعنی بله. اونجا چیکار می‌کنی؟ اومدم استقبال یکی از دوستام. ما از این موشه گربه بازی ها نداشتیم ها. دوستت کیه؟ بیتا. بیتا؟ دختر عمو حبیب؟ بله دیگه، مگه ما بیتای دیگه هم داریم؟ شوخی میکنی با من؟ چرا انقدر براتون عجیبه بابا؟ چرا عجیبه؟ دارم شاخ در میارم. لطفا تو عصر بعد از استیو جابز از چیزی شاخ در نیاریم. تو هم ما رو خفه کردی با این استیو جابز. ایران اومده چی کنه؟ اومده باباشو ببینه. اون موقعی که پدرشون افسرده و داغون کردن باید میومد میدیدش. بابا جون جمع نبندیم. بعدم بیتا 8 سالش بوده رفته، الانم تنها اومده. بیا خونه حرف میزنیم. باشه چشم. زیادم بهش اعتماد نکن. چشم. تو خیلی چیزا رو نمیدونی. بهاره میشه این مدت ایرانم من خوب بگردونی؟ دوست داشتم ایران ببینم. بابا تو ببینی متوجه میشه هیچ وقتی برای گردش و تفریح نداری. چرا؟ حالا در ضمن تا قبل از که تو برگردی آمریکا من میرم کانادا. Really؟ آره پذیرش دانشگاه اومده، دارم آماده رفتن میشم. مامانم اونجاست. برای چی؟ داداشم 3 سال پیش برای ادامه تحصیل رفت کانادا. مامانم برای چکاپ و مریضیش رفته پیش فرمان. نمیدونستم مریضه. صبح به هتل بگو برای تاکسی بگیره باشه؟ بله. کسی که بهت دادم. بله. یه وقت اگه من صبح دیر رسیدم نری تو خونه تا من بیام ها. اوکی. فقط قرص درد کم کن داری سرم. مسکن خره. آها. این یعنی خیلی دوستم داری. دارم ایدیوم زیاد میگیرم. خره. اصطلاح. آفرین. سلام. بدون مقدمه برو سر اصل مطلب. یکی از عکسای بچگیمون 3-4 ماه پیش گذاشته بود تو فیسبوک. منو اد کرد، منم اکسپتش کردم. چرا تو این مدت نگفتی؟ به من نگفتی؟ وقتی مادرت اینجا بود چرا نگفتی؟ برای اینکه شما و مامان از مامانمون بدتون میاد. از بچگی یادم همیشه بدگوییشو میکردیم. میدونی مادرت تو غربت چه حالی داره؟ مریضی مامان، حال شما، مشکلات کارخونه، به خاطر همین چیزا نخواستم ذهنتون رو مشغول کنم. بعدم گفتم یه دوست فیسبوکی مثل بقیه دوستایی که دارم، شما هم نمیشناسین.
دارم تا 3-4 روز پیش اصلا حرفی از اومدنش نبود. حالا چرا بعد از یه غم یاد باباش افتاده؟ بابا بزرگش سرطان داشته مرده، قبل از مرگش چیزایی گفته. مثلا چی؟ نگفت چی گفته، فقط مثل اینکه خیلی کنجکاوش کرده. حالا شما چرا اینقدر نگرانین بابا؟ تحمل جنگ جدل ندارم ابدا. پیر شدم، پیر. اگه شما پیر شدین اونم پیر شده. نگرانم پشت بنده دختر سرکله مادر پیدا بشه. اون زن پر از کینه است. اگر بیاد آشوب و دعوا و انتقام. پدر من ایتا نامزد داره، تا چند وقتی که داره ازدواج میکنه، یه شغل تموم وقت خوب داره، به سختی تونسته یه ماه مرخصی بگیره بیاد ایران. از آدم زخمی باید ترسید. میتونم بپرسم کی زخمیشون کرده؟ شب بخیر. بهاره مهربون بود اما باباش خوشحال نبود. مگه اونم دیدی؟ نه با سلفون با بهاره حرف زد. یه مارمولکی اون. مارمولک؟ آدم بدجنس. همون هم زنش. من میشناسم این فامیلو. به بهاره هم اعتماد نکن مامی. خب بهاره تنها کسیه که میتونه کمک کنه برم پیش بابا. خیلی خوب. به کارلوس زنگ زدی؟ نه میزنم. دختر آدم اول به نامزدش زنگ میزنه. اوکی دارلینگ. یادت هم باشه اونجا بگی نامزد. فهمیدی؟ نامزد. خانم سفارشتون رو آوردم. شما حبیب کاوه هستی؟ من حبیب کاوه. شما کی هستی؟ منم بابا. برو. آی دوست. بابا من بیتام. گم شو. برو اومدی دوستی بگیر من نمیفهمم. آی دوست. بیا کمک. نگران نباشین آقای کاوه، من اینجا هستم. ببرش چیز میکنه این چیزه. ببرش. چشم پدرش هم در میارم. شما؟ سلام، من دختر آقای کاوه هستم. واقعا؟ بله واقعا. شما همون دختر کوچولویی نیستین که تو عکس قلمدوش آقای کاوه این؟ قلمدوش. بله. شما کرتیکر بابا نرس هستین؟ نه خدمتکار داشت. هفته پیش تصادف کرد پسرش رفت شهرستان. من مستاجر طبقه بالا هستم. بهاره جون کلید داده که در مواقعی مثل الان بتونم بیام پایین. ممنونم. آقای کاوه دخترتون.
دروغ میگه. دزده اومده دزدی کنه. سلام بابا. علکی نگو، دروغ نگو. برو گم شو. برو. او منو بیتا. ببرش. اینو ببرش. اینو از اینجا ببرش. اینو ببرش. ببرش اینو. ببرش. ببخشید. برو دختر برو. میبینی دختر جون نمیشناسه. هر وقتم یاد دختر کوچولوش میفته میزنه زیر گریه. نگفتم بهت نرو خونه؟ نتونستم، طاقت نیاوردم. من این هفته نرسیدم بهش سر بزنم. پرستارشم خبر داد مثل اینکه چند روز رفته شهرستان. تلفنشو جا گذاشته، نتونسته خبر بده. حالش چطور بود؟ دیدمش حالم بد شد. عیب نداره، خودت بهش رسیدگی میکنی، کلی حالش خوب میشه. چند روز دیگه تو رو از منم بیشتر دوست داره. الان که بهم گفت دزد، یادش میره عزیزم، نگران نباش. اگه الان منو یادش بره این یعنی الزایمرش خیلی جلو رفته. پیشرفته هنوز نه، ولی داره پیشرفته میشه. از گذشته دور یه چیزایی رو کاملا یادشه، ولی چیزایی که الان اتفاق میفته رو زود یادش میره. اینا رو یادته؟ تخم مرغ شانسی. کجاست؟ همینجا باش. عمو جون سلام، قربونتون برم. الهی سرده. الان براتون لباس گرمیم. براتون یه خبر خوب دارم. بیا تو. نه عصبانی میشه. یادش رفته، فقط حواست باشه بابا نگی. براتون یه خدمت پرستار جدید آوردم. سلام آقا. فقط بهاره باشه، فقط خود. من هستم قربونتون برم. اینم بهارکه. با همه قبلی ها فرق میکنه. ببین چه مهربونه. من میرم براتون لباس گرم بیارم. بگیرید برای شما. تخم مرغ شانسی دوست داری؟ آره. تخم مرغ شانسی دوست داره. بیتا تخم مرغ شانسی دوست داره. بیتا دوست داره. آره دوست داره. از کدوم باید بهش بدم؟ یه دونه از سبزه، یه دونه از آبیه. چرا این همه قرص میخوره؟ روشون نوشتم برای قلب، چربی، فشار خون، استرس، هزیون، بیخوابی. بفرمایید. بخورین عمو جان. این به من میگه عمو جان. خب دوستتون داره. بخورین. نه بذار دهنش. دهنتون رو باز کنین. آفرین عمو جان. آینه رو چرا کاور کردین؟ با آینه دعوا میکنه. یکی میبینه غیر از خودش، بابای من و بابای خودش رو. یکی عمو جان چیزی نیست تموم شد. ایراد نداره تموم شد. ایراد نداره. آروم چیزی نیست. آروم باش. تموم شد. پاک شد. تموم شد. نگران باش. ایراد نداره. بمیریزه.
بخورین عموجان. خب پس چیزم برام بیار دیگه اون بده که چی سس؟ نه من همین که برای ترشی؟ آره نه ببین روی میز سر برای ماست؟ نه اونم همین که میریزه سس فرانسوی؟ نه میریزه زیتون؟ نه همین که رب؟ نه میریزه آب لیمو؟ آره خب تو همینم دیگه بالا مثلا چی میگه نه ببخش منم هنگ کردم. همین چند تا لقمه که میخوره به خاطر آب لیموه. بریز بس نه کافی. بخورین عموجان. بهاره سلفونه بیارش لطفاً. ببین نیستن. آدم مجلس ها رفتن. میبینی؟ پاشین بشینیم. بلند شی. منم بلند شی بشین. باش بشین عموجان تموم شد. هیچی نیست. نیست صحنه خشن میبینه باورش میشه. وحشت میترسه. چیزی نیست عموجان. نیستن رفتن. تموم شد. نیستن. نیستن. بخورین آبو بخورین. کامدی بود. تبلیغ وسطش. بیتا من دارم میرم. بابا میتونه پلی کنه؟ کسایی که آلزایمر دارن شعر و موسیقی آخرین چیزیه که یادشون میره. راستی بابا شب میاد دیدنت. ریلی؟ میخواد سر به تنم نباشه. مامی همیشه میگه. مامی میگه تو هم مثل توتی تکرار میکنی. هیچکس مطلق نیست. مطلق؟ بعد از چند ماه که بیتا و مادرش میرن هلند، عمو هر روز تلفنی با پرینا صحبت میکرده تا یه روز دیگه جواب تلفنشو نمیده. و باباش برگشته به عمود گفته که این زن دیگه برای تو زن نشون نیست. عمو با خود پریناز حرف نزده بود؟ عمود اصرار کرده بود که خود پریناز بهش بگه که دوستش نداره. ولی باباش گفته بوده که اون خجالت میکشه باهات حرف بزنه. خب هر کی باشه چی فکر میکنه؟ که زنه با یکی دیگه است دیگه. عمود خیلی قد و یلنده بود. نمیخواست زیر دین باباش باشه. حتی کمک مالیش هم قبول نمیکرد. ولی عمو که مدیر مالی کارخونه بود. آره. از وقتی که بابا مریض شد افتاد خونه، یه جوری هم معلوم بود رفتنیه. قیز عمود کمتر شد. مهربونتر شد. اون وقت بابا خواست که بیاد کمک من، بیاد کارخونه. اونم قبول کرد. قرص بخور. آفرین. تو اسمت چی بود؟ بهارک. بهاره؟ بهاره که بهاره است، من بهارک. این؟ بهاره این چیز این همین این پیانو. پیانو دیگه. کلاس پیانو بیتا دیر نشه.
گیر نشه گیر نشه. کلن عمو تو برای ناز همیشه ساز مخالف میزده. بعدش هم که وقتی خانواده پریناز رفتن خارج چپ و راست و گوشش بخوندن که از حبیب جدا شد زندگیتون نجات بده تا بالاخره اونا هم رفتن. پریناز عمو تو خیلی دوست داشت. قرار بود وقتی کارشون درست بشه عموت هم بره پیششون. علت اصلی قطع رابطه عمو حبیب و پریناز چی بود؟ هیچ وقت هیچی نفهمید. بیتا چیزی بهت نگفت؟ نه، یه بار پرسیدم تفره رفت، منم دیگه اصرار نکردم. طفلی عموت هر روز صبح با گریه از خواب بیدار میشد و برای پریناز نامه مینوشت. هر روز. آخه کلاً جوابی نمیگرفت. نمیدونست نامه‌اش به دست پریناز نمیرسه. این همون دوره‌ایه که میگین ابو حبیب افسرده شد؟ افسردگی شدید. دکتر گفت بهتر دوره برای شلوغ باشه. بابام گفت ببریمش خونه خودم. دوره برای شلوغ بود ولی میونه جمع تنها بود. صورتتونم که نزدین عمو جان. ما چیزو بزنم. من بزنم. نه. من بزنم. من بزنم. بزنم. من بزنم. من بزنم. من بزنم. 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 هورا. نه خودم برو بیرون برو اوکی من اینو من نیستم بابا سلام بیتا جان. خیلی خوش آمدی عمو جان. خوش آمدی. ماشاءالله داداش گلم کجاست؟ چطوری خوشگل؟ ماشاءالله سر حالی ها. امشب میخوام ببرمت حموم. نه آقا جون همون نه هموم گرفت امروز. من میخواستم ببرمش. بیتا جان. بهارک جان گفتم یه پرستار خیلی خوب بیاد تا وقتی که ایران هستی ببینیش، وقتی میری خیالت از بابات راحت باشه. ممنون. یه ما میمونی دیگه نه؟ بله زود باید برم اونجا خیلی کار. آره اونجا خیلی کاره. میدونم بهار جان. بله بابا. شناسنامه عموتو پیدا کردی؟ نبود. بابا برای بیمه میخوام. میدونی این قرصاش چقدر گرونه؟ میگردم باز. بهارک جان شما شناسنامه باباتو ندیدی؟ من؟ نه. بابا بهارک 12 ساعت نیست تو این خونه هستم. پرسیدنش که ضرر نداره که. تو دختر عموتو بر بگردونش. من میخوام به داداش گلم برسم. کارخونه ارثیه بابا بزرگه که بین بابای تو و بابای من تقسیم میشه. از وقتی عمو حبیب خونه نشین شد بابای من شد قیم بابای تو. از وقتی تو اومدی همه نگرانی بابام اینه که تو بشی قیم بابات. البته از تو نگران نیست، بیشتر از مامانت میترسه. بیچاره مامی. شناسنامه بابات هم واسه همین میخوام. ببین اگه بگی شناسنامت کجاست با هم دیگه میریم بیتا کوچولو رو از مامانش میگیریم و میگه. بیتا آره
ببین خب حالا بگو شناسنامه‌ت کجاست؟ اونجاست هی میگه اینجاست اونجاست. شناسنامه‌ت کجاست؟ اونجاست آقا جون نزنه آقا جون نزنه. جانم بابا. آره تو کجا رو گشتی دنبال شناسنامه؟ کشوی توی کتابخونه رو. من همه جا رو گشتم نیست که نیست. بابا خودتو ناراحت نکن، فردا پس فردا میام پیداش میکنم. میخوام کار به فردا و پس فردا نکشه. با شناسنامه خیلی کارا میشه کرد. حالیت میشه؟ ببین حبیب جان، از وقتی که زن سابقت فهمیده تو آلزایمر گرفتی، خب میخواد انتقام گذشته ها رو بگیره. حالیت هست؟ هست ببین اگه دیر به جو ببین مادر دختر دودمان اونو به باد میدن ها. حالیته؟ حالیت حبیب جان من تو مخمسم خیلی بد جوری تو مخمسم. حالیته؟ حالیت آفرین. ببین شناسنامه‌ت کجاست؟ برو ورده بیا. شناسنامه که عقد آفرین داداشی گلا. برو وردشته بیا. باریکلا کجا بود؟ من مسخره کردی؟ این شناسنامه هست؟ حالیت نیست؟ کم بدبختی داریم؟ دزدی؟ نه من اومدم ازتون مراقبت، اومدم هر کاری داری انجام بدم. کارم انجام بدی. اسمت چیه؟ بهارک. اومدی اینجا چیکار کنی؟ اومدم کاراتون انجام بدم، هر کاری که داری. انجام. اسمت چیه؟ بهارک. پس برای چی اینجا؟ چرا؟ اومدم که با همدیگه صبونه بخوریم. صبونه. اسمشم نپرس. عمو جان این عکس رو گذاشتم اینجا، بیتا قلمدوش بابا. خوبه؟ قلمدوش. اینو پرسیدم به فارسی، طره مو، که دلبر میشی. بابای دلبر. عمو جان صبحونه حاضره. صبحونه اونجاست. نه این صبحونه این صبحونه بخوره صبحونه آها بخوره اوکی اینجا بمون.
رفتی بالاخره قلقشو پیدا کردی؟ قلق دیگه، رگ خواب. تو همین 3-4 روز کلی پیشرفت داشتی. بعدش چی؟ بعدش فکر میکنی. میخوام به بابام بگم بیتا شام دعوتت کرده. وای نه ترس، شام از بیرون میگیریم. تو هم شناسنامه رو بهش میدی که میخواد بره کانادا، خیالش راحت باشه. مامی چطوره؟ خبر خوبی نیست. بابام برای همین میخواد بره پیشش. Don't worry. خوب میشه، خدا مهربونه. با تو رفتم بی تو باز آمدم از سر کویم دل دیوانه. آفرین. تو کی؟ من بهارکم. بهاره رفت. بهاره رفت. من شب برو پیش خودت، برو خونه خودت. من پرستارتونم. شب پیشتونه. نه هیچ کس برو باشه برو باشه برو. رفتم برو آنگه بخوانی از چهره من رازی از دل بیقرار من، شاید نگاه تو آن خنده های تو بشکند سکوت شبهای مرا، شاید که دیدارت چشم افسون بارد آورد لبخندی لبهای مرا. بند 2 تا 6. من 2 تا 5. 2 تا 5. ببره 2 تا 3. 2 تا 3. این میاد این میاد این. هورا بردی. بزن تو برو چیز بازی میندازیم. بلدم میدونم. گردو هم بلد نیستی؟ میرم گردو بازی. بردی میبری یا بنداز ببینم. تموم شد بردی. من باید برم گردو بازی. بیا اینجا ببینم. این شناسنامه دنبالش بودین. شناسنامه دستت درد نکنه همه جا. کجا پیداش کردی؟ تو کماد اونجا. دنبالش بودین. با داداش گلم یه دست تخته بزنی. بازی میکردین کی برد؟ من باید برم گردو بازی. عمو برد. عمو؟ میگه بابا عصبانی میشه. آره خب از اون دوره فقط تلخیاش به یادش میاد.
اون تلخی‌ها کی آورد برای ددی عمو جان؟ من که کوچولو بودم. آره تو کوچولو بودی. خدا نگذره از بزرگترا. کی بودن اون بزرگترا؟ عمو جان من و تو که با هم دیگه جنگ و جدل نداری. نه جنگ نیست، فقط برای کیوریسیتی. کنجکاوی. من کنجکاوم بدونم کی بود اون بزرگترا که حال ددی اینجوریه. همه و هیچکس. این که بی‌معنیه. با بزرگ میگفت ریالیتی اون چیزی نیست که همه میگن. واقعیت؟ خب از پدر بزرگت میپرسیدی واقعیت چیه؟ اون گفت که نامه های ددی به مامی نمیرسونده، اما بابا بزرگ و مامان بزرگ 2 مرده هستن و شما یه زنده هستی که اینجا وایسادی و من کنجکاوم عمو جان که بدونم شما عمو و اون زنت و اون پدرت چی کار کردین که ددی؟ ما از کجا خبر داشتیم نامه‌های بابات به مادرت میرسیم؟ آقا جون نکن عمو جون بیاین بریم تو اتاق. آقا جون نمیگه میخوام براتون شعر بخونم. آقا جون نگه. پدرم گفت پریناز طلاق بده. اگر دوستت نداشته باشه که خوشحال میشه، اگر دوستت داشته باشه که صداش در میاد. طلاق داد صداش هم در نیامد. از بابا بزرگت نپرسیدی که چرا میخواستن این رشته پاره بشه؟ چرا؟ اما تو چی میخواستی؟ عمو جان؟ ما میخواستیم پاره بشه. ولی اون زندگی همش مصیبت بود. مصیبت ها. ددی طلاق داد. اوکی. ازدواج دوباره چی؟ عکس عروسی ددی که اصلا عروسی نبود، یه الکی بود فرستادی برای مامی که فکر کنه دیگه شوهر نداره که بسوزه. مامانت باباتو سوزون، باباتم تلافی کرد. خلاص. بعدشم من همه کاره خانواده نبودم. پدرم میگفت این کارو بکن، این کارو نکن. همین. پسر نایس خانواده. بابات میگفت بسوزون، تو هم میگفتی اوکی میسوزونم. خوبم سوزوندی. امیدوارم بابات بره جهنم با بابا بزرگ من اونجا تخت نرد بازی کنه. بیتا جون ما اینجا به مرده احترام میذاریم. ما آدم بد احترام نداره، چه مرده چه زنده. مامی جان ددی اصلا ازدواج نکرده، یه الکی بوده. تو مطمئن؟ خب پس اون عکس عروسی برای این بوده که تو از ددی متنفر کنن. ددی به زور باباش لباس میپوشه میره سر عقد. ددی اصلا نمیخواسته. بعد هر روز زنه میومده پیش ددی پیش خودش بوده. آخر زن بیچاره اومد گفت طلاق به من بدین من برم. اصلا ازدواج نبوده. قصه ساختن. بهاره که کوچولو بوده اون موقع. من خودم شناسنامه ددی دیدم. از ازدواج تا طلاق 5 ماه بوده، کمتر از 5 ماه. حالا من عکس شناسنامه ددی برات میفرستم که تو باور کنی. ولی وای خیلی فحش دادم به عمو، خیلی گفتم ایشالله بابات بره جهنم. وای همین گفتم حالا یه فوش آبداری یه فوش چارداری چیزی گفتی؟ بیتا نه اوکی عزیزم اوکی. نگه داشته. چایی بده چایی. نه خیر اول آب میوه. دیدی دیشب دخترمو چجوری منو شست و چلونده انداخت رو بند رخت؟ آخه تفلکی بعدش هم کلی پشیمون بود از اینکه باهاتون یکی به دو کرده. خورده. من تحملش میکنم یه ما تموم شه. گورشو گم کنه بره. اصلا حوصله کشمکش ندارم ها. ببخشیدا ولی بهاره جان در مورد گذشته همش همون چیزی بود که گفتم. هر وقت فهمیدی که چرا زنمون بعد از یه مدتی با شوهرش قطع رابطه کرده جواب همه سوالاتو پیدا میکنه. سلام عمو جان. سلام عمو جان. خوبی؟ ممنون. نرگس خانم همون
خدمتکاریه که قبلا بهت گفتم. سلام. درجه 1. سلام. تحویل شما هم من دارم میرم کار دارم. بله بله. میشه در بزنی؟ بله بله. بستنی. بستنی. بخور تو. خودت بخور. پس دیگه شما مراقب هستی. بله خیالتون بفرمایید. آخ دست گلت درد من نواز که خواسته بود. ما داریم میریم بیرون شب برمیگردیم. شب برمیگردیم. آره دیگه کلی کار داریم تو شبم تموم فقط نمیشه. خانم شب برمیگردین این دوز داروی آقا رو بگین گرفتار نشیم. آها باشه فقط یادتون باشه قرصاشو با آب میوه بهش بدین. آب میوه توی یخچال هست. واردم. خانم فقط شما شب کی برمیگردین؟ شما تا چه ساعتی میتونین بمونین؟ هر ساعتی. من فقط باید اطلاع بدم برای میپرسم. چرا گفتی شب برمیگردی؟ ما که کاری؟ خواستم خیالش راحت شه تنها زن معتاده. و تو از کجا فهمیدی؟ چای نبات، زردی انگوشتاش، کبودی لباش. ببین برگشتیم تو سرشو گرم کنم ببینم دوز خلافش چقدره. گرم کنم؟ ای بابا تو چقدر بیغی. بیغ معنیش میدونم. تو بیغی بوغم هستی. بوغ نکن جان من نکن. بوغ بزن. عمو خوابه. نه هدفون تو گوششه. سر صدا. نه عمو جان. عمو جان. عمو جان. نه جرأت نداره. دونوری من اینجا. عمو کجاست؟ اومدی خانم؟ سلام. خوابیدم. اومدیم خونه یه چایی چیزی بخوریم. خوب کاری کردیم. بزنین براتون بریزم. سلام. ماشین خراب شد زنگ تعمیرکار بیاد ببره. دیدیم نزدیک خونه ایم گفتیم بیایم خونه. آخه شما 50 داری؟ جان؟ ببخشید دخترم از خارج اومده فارسیش یک کم آب نکشیده است. ماشاءالله خیلی شیرین حرف میزنم. بفرمایید. 50 داری؟ نه بابا من 60 خورده رو دارم. خیلی خوب موندی. من فکر کردم وزنمو میگی. نه سنتون. دست شما درد نکنه. من یعنی 50 ساله میخورم. میخوری؟ نه نمیخوره. چی میخوری؟ چی میگی؟ روزی چند تا چای میخوری؟ من خیلی تا دلت بخواد. دوست داری بیا بهت بدم. نه قابل نداره. خدا شاهده. خدا قابل نداره. من اینا لباسای اینا رو از رو کانال رخت برداشتم. کانال رخت؟ اما فشن تیوی میگم. خانم خدمتکار درجه 1 پاشو. کیفت هم بردار. وا بفرما برو بیرون. چرا؟ چی شده؟ پیامای موبایلتو خوندم. موبایل من؟ موبایل من کو؟ موبایل توی توالته. برو وردار بعدش هم برو. گوشی منو بی اجازه برداشتین. چی داری توشو خوندی؟ گفتم برو. باری کلا. چی شده؟ میخواست به عمو مواد بده خوابش کنه اینجا رو بکنه خونه مجردی. شوهرم معتادم کرد. با 2 تا بچه منو گذاشت و رفت. باید خرجشونو بدم. از کجا؟ زن بیوه، زن بیکس. مثل یه قوطی نوشابه تگری میمونه تو گرما که همه این مردا حق خودشون میدونن که یه ضرب بالا برن و 2 تا آروغم روش. بعد قوطیشم بندازم سطل و زباله و برن. میخوام شب آخری از همتون یه یادگاری درست و حسابی داشته باشم. یادگاری سرد درختان
یادگاری می نوشتی بوسه بر روی لبانم. خیلی خوب یه آهنگ شاد بخونیم. مرغک زیبا روی چمن ها میخونه، برا برا بام نغمه شورش کرده دلم را دیوونه، برا برا بام دفتر گل در مکتب بستان بکشودم، برا برا بام بلبل از آنها درس وفایی میخونه، برا برا بام ما هم اهل صفاییم، بنده خاص خداییم، چشم مهر و وفاییم. ما هم اهل صفاییم، بنده خاص خداییم، چشم مهر و وفاییم، چشم مهر و وفاییم. منم یه دونه میدونم. بخونم؟ باریکلا. شبی که آواز نی تو شنیدم، چاهوی تشنه پی تو دویدم، دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشانه ای از نی و نغمه ندیدم. تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی، از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی. نمیتونیم قطعش نفسم آغشته تو، به باغ رویاها چو گلت بویم، آبایینه نفست جویم. تو ای پری کجایی؟ من همه جا پی تو گشتم، از مه و مهر نشان گرفتم، بوی تو را زبور شنیدم، دامن گل از آن گرفتم. تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی؟ کجایی؟ تیغش شل شده. کند شده. بهاره کو بهاره رفت. میاد. زود میاد. بیاد. بهاره بیاد. الهی قربونتون برم. دلتون برای بهاره تنگ شده؟
سلام. آقای کاوه نیستن آقای کاوه. آقای حبیب کاوه. سلام آقای کاوه. سلام. قربونتون برم آقا، ببخشید به جا نیاوردم. خیلی خوش آمدین. بفرمایید. والا حقیقتش همین که خیلی مهربان بودن. همین که موقعی هم که تو کارخانه را میرفتن با مدیریتی که داشتن آب از آب تکان نمیخورد. نه تکان نمیخورد. بعد اینکه با پرس زد انگشت این قطع کرد با پرس. قطع کرد. شرایط بعد اقتصادی درایت و مردمداری ایشون بود که باعث شد کارخونه نجات پیدا کنه. تو سالن پرس دست یه بار مواد خام نداشته آقا حبیب رفته بود تو دل ما وزیر بدجور تا حواله رو نگرفت نیمد بیرون. هزار ماشالله هزار ماشالله. نه من پرس قطع شد این دست اینجوری پرس کرد. آره یادم من اینجا کار میکردم که دست مرتضی رفت زیر پرس که انگشتاش قطع شد. تو آمبولانس که اومد که این دستش بریش بیمارستان بالا سرش بودی شب. میگم قطع ببرینش شد. پرس کرد که قطع شد. همین نه مجید که سیفی بود سیف الله قطع شد. کشید قطع شد. ببرینش ببر اونجا ببر. برو 20 سال بیشتر کار کرده تو این کارخونه. یه عالم خاطره همش خلاصه شده توی قطع شدن انگشت یه کارگر. آلزایمره دیگه. آلزایمر. عمو جان تو نباید به من میگفتی داداشو میخوای قدری بیاری اینجا. خب اگه میگفتم دیگه نمیذاشتی بیام. خب بله که نمیذاشتم. تو نمیدیم اینجا چه خبره. یا نگاه تمسخر دارن یا ترحم. نه اصلا جور نبود. تو خبر نداری. تو نمیدونی این چیزا رو. لطفاً خواهشاً با من مشورت کن کاری که میخوای بکنی. خب آخه من به خانم دکتر گفتم که ددی رو ببرم شمال، ببرم کارخونه، ببرم. گفت اوکی. خیلی خوب. میخوای ببری شما؟ به من بگو. من یه راننده با یه ماشین مطمئن در خدمت بذارم ما هم دیگه بریم. من خودم پول دارم. عمو جان کی صحبت پول کرد؟ اصلا خودش داره خرج میکنه. این کارخونه 50% مال باباته. در نهایت مال توه. آخرش همونیش ترسیدم. تو برای چی به کارلوس مرخصی بیشتر کن که بهش خدمتکار مفت مجانی هم نامردت؟ عمو نه خدمتکار بابا. فیلم فرستادم دیدی؟ دیدم مام. همه مریض که آلزایمر دارن همونطوری حساس میشن. قربونت برم اون به خاطر تو اینجوری گریه میکنه. تو من یه بار همه زندگیمو پای بابات از دست دادم. دوباره نمیتونم این رو بکنم. اصلا توانش رو ندارم. طاقت ندارم. شایدم داشته باشی. بیتاب تو من اینقدر گیج نکن. اگه بابات منو دوست داشت برای چی اون همه نامه رو بدون جواب گذاشت؟ بعدم هم زودی ازدواج کرد. حالا ازدواجش الکی. فکر نکرد اون عکسو میفرسته چقدر تغییر کننده است؟ میخوای جوابشو بدونی؟ بابات دیگه نمیتونه تکیه‌گاه باشه برای زن. ولی اگه ولی چی؟ حالا نه حالا چی؟ هیچ. دنبال جواب سوالات. اوکی من میرم دنبال جواب سوالام. سلام. نه پریناز نبر پریناز نرو پریناز شاید شباهت شما به مادرتون و مهمترش تکرار اون موقعیت باعث شده که شما رو به جای مادرتون بگیره. خب اینجور مواقع هم شما بهتره بری در قالب اون نقشی که شما تصور کرده.
یعنی خانم دکتر من باید نقش مامی رو بازی کنم؟ دقیقاً. البته بعداً باید بیای حضوری بیشتر حرف بزنیم. اوکی ممنون میبینمتون. کاری داشتی ما در خدمتیم. اوکی ممنون. دستشویی اینجا. من و ددی اومدیم شمال مسافرت. این همون هتلیه که وقتی بچه بودم اومدم با ددی، اما خیلی چنج شده. آقا جون به من داد نکن فهمیدی؟ نکن من بچه کمربند سیلی میگونی که من بخوری خودت؟ ها؟ من بچم؟ نه من پریناز نه من پریناز دوست دارم. پریناز عاشق. بله تو با اون هادی هی کلک میکنی که من خفه خودت هادی خفه بکنه خودت هادی. من پریناز نه پریناز دوست میخوام. سرود زندگی سر کن دلم تنگه بخون شب گیریم گیتار محزون اشک هزاران مرغ که بیاشیانه. بخون لالایی کن دختر من، لالایی کن قربونت برم. لالا قطع شد تلفن جانم بابا جون جانم بیتا جون سلام قربونت برم الهی. به من نگو بیتا جون کثافت. بیتا الهی بمیری. عکستو دیدم با اون زنی که اکبری. الهی هر دوتون بمیری. تو فقط میخواستی مامان منو بفرستی خارج که با اون انتر ازدواج کنی. خاک بر سرت. تو لیاقت مامان منو نداری. الهی تصادف کنی فلک بچین هر دوتاتون. الهی بمیری کثافت. مگه دیگه خواب منو ببینی؟ برو بمیر آسکال بمیر. بیتا جون ددی جان بیتا فوش میده بیتا. چیز میکنه نفرین میکنه بیتا. این من مزار ندارم مزار نگرفتم بیتا باید بدونه
بابا بزرگ بره به جهنم. عکس عروسی ددی به من نشون داد که منو ناراحت کنه. بعد یه چیزایی نوشت، با من تمرین کرد که من پشت سر هم بگم که ددی نتونه حرف بزنه. همش حرف بد، همش فحش بد. بیتا جان چی بگم مامی؟ بگم آتیش به قبرشون، بگم لعنت بهشون، پدر مادرمه. مامی من با مرده ها کاری ندارم، اما ددی الان زنده است و به من نیاز داره و من باید اینجا باشم چون ددی تو حالا زندگی میکنه. 1 دقیقه بعد یادش میره. Just now at the present you know. ولی عاقلانه فکر کن دختر من، احساساتی نشو. من اگه احساسی نباشم که دیگه من نیستم، دیگه بیتا کاوه نیستم. تو که نباید زندگی تو بذاری پای ددی، نگهداری از اون کار پرستاری. پرستار که هیچ مموری از ددی نداره. آخه پدری که اصلا نمیدونه. مامی سپرشن یادته؟ خب اون نمیدونه من دخترشم. من که میدونم بابامه. خیلی خوب. اینا همه حرف زیاده. من باید اینجا باشم تا لحظه های ددی شیرین کنم. کسی که فامیلی خودش، فامیلی تو، این همه بهش ظلم کرده، من باید باشم تا لحظه ها شیرین کنم. الان با زنگ تلفن رفت قدیما، اون موقع که من کوچولو بودم خیلی تلخ گریه کرد. مامی من اینجا میمونم که کارهای ظالمی بزرگترا رو برای ددی درست کنم. من باید بمونم مامی. این چه رنگیه؟ این زرد نه. آه چه رنگیه؟ بده سبز. آبی. آبی. بزن. آفر. بده. نه. بزن. بده. باشه درست میکنی. ایراد نداره. درست میکن. الو بیتا مامی سلام. سلام مامی. من بعداً زنگ میزنم. نمیتونی بعداً زنگ بزنی. من الان تو تاکسی هم از فرودگاه رو افتادم، دارم میام. مامی داری شوخی میکنی؟ نه شوخی تهرانم. اینقدر همه چی عوض شده که گم شدم. گوشی رو میدم آقای راننده آدرس رو بهش بده. تهرانی؟ اومدم با عمود یه تصفیه حسابی بکنم. اولا دوما که خیلی هم مهمتره اینه که زودتر برگردی سر کار و زندگیت. خدا خونه دل خوردم تا این بیتا کوچولوی همچه خانومی شده. ماما من که نمیتونم دست رو دست بذارم زندگیتو نابود کنی. این رد اگه نزدیکتر بزنه بابات وحشت میکنه ها. برو یه سر بهش بزن. ددی جان رد و برق. کیه؟ بره. تموم میشه. میره. ببین چه بارون قشنگی میاد. تموم شد. بخواب. ببار نمه باران، زمین خشک را تر کن، سرود زندگی سر کن، دلم تنگه ددی جان، دلم تنگه لا 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 لای لا 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 اول به من یه دونه دمنوشی یه چیزی میدی؟ تو خسته. نای پریناز جون تو کی اومدی؟
میگم کی اومدی؟ همین امشب. خب بیتا رو نیاوردی؟ خب آخه نمیبینی آخه رعد و برق میترسه بارونه خیس میشه تو مدرسه مثل اون دفعه سرما بخوره خوبه؟ خب باید بریم بیاریمش خب بریم دیگه. سب کن زود باش بیا باید- ببین من الان نه 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 زدم بده من ماشین فرستادم بیتا رو بیارن الان زنگ میزنی دخترم اون تلفن رو بده یا آروم باش بده الو مدرسه بیتا جون سلام شما خانم ناظمین بله ما بیتا الان جا مونده مدرسه بله جا مونده من ماشین فرستادم بیتا تو حیاط نمونه خیس نشه مواظبش باشین تا ماشین برسه بله خداحافظ بیا این که بهارک پس تو کی؟ من پرینازم پس بهاره کو؟ بهاره زود میاد این کیه؟ دوسته لباسای منو میخواست ببره نه سرگشته تو نفسم آغشته تو ساعت قرصا شده بیا تو ماساژ من برم کارتو بکن ماما بیا بستنی بیتا بستنی هم بیار تو هنوزم ولای بستنی داری؟ موقع هم همینطوری بودی بخور هیچی نیست چیه هیچی نیست بیتا چی شده؟ چیه؟ دزده نه دوز نیست اون مامیه منه ما قرمزه بیا دستتو بیار این مامانم بزن تو دستت. نه بزن خب بیا تو بهش بده این مراسم داره مامی بیا آفرین دوز نیست شاید همه جور شبیه نه اصلا من میشناسم اینو حبیب مامی من میرم دنبال تیکت کاری داشتی زنگ بزن دادی بای برو بای بله یه نامه دادی خب بندازین زیر در نمیشه باید امضا کنی خیلی خوب اومدم پست چیه؟ نامه آورده الان میاد نامه اومد نامه من اومد بده نامه منه
بالا نزدیک بود منو بزنه. حالا چی بود نامه؟ نمیدونم، این نامه اداری رو نمیدونم. یعنی این هم سال منتظر نامه من بوده. با اینی که امروز گفتی هنوزم منتظر فکر کنم. خدا لعنتشون کنه. برایش ناز نکن یالا، برایش ناز نکن یالا، تموم شد صبر من کجا، اگر گفتی بله بله. چند دفعه گفتی بله اون شب؟ بریم. کجا بریم؟ خونه. اینجا خونه. نه عزیز جون، عزیز بوس کنیم. دلت تنگ شده برای عزیز که خیلی تلفنو بیار. الان ماشین رو گیریم خونه عزیز. الان میرم سب کن بذار ماشین بذار تلفنو بیار. عزیز. الو سلام، خسته نباشیم. ما یه ماشین میخواستیم. بله برای خونه عزیز جون. حبیب دلش تنگ شده میخواد خونه عزیز جون. تنگ شده؟ بله ممنون. من اوکی کردم. کلاه قرمزی. چقدر قشنگ و زیباست آینه روشن سی سما سکه سنگل قرمه فسنجون. مامی آخرش چی میشه؟ آخر آلزایمر؟ آلزایمر مامی درست برعکس روند رشد یه نوزاده. نوزاد که اول متولد میشه گریه میکنه. یکی 2 ماه بعد اولین لبخندشو میزنه. اما کسی که آلزایمر داره اول یادش میره بخنده. ولی ددی که هیچ وقت نمیخنده. خب به خاطر شدت افسردگیشه. ولی خیلی خوب گریه میکنه. البته آخرش دیگه گریه هم نمیتونه بکنه. و آخرش سرش هم دیگه نمیتونه رو گردنش نگه. درست مثل یه نوزاد. پرسون یواش اومدم در خونتون، همون ترسون لرزون اومدم در خونتون. یک شاخه گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره، منو دیدی مثل گلها خندیدی. به خدا نگهت از خاطرم نرود. مامی این لیمونه بردار. این لیمونه. خوش هردوش فهمیدم. ددی کو؟ رفت بستنی برداری. آقا ببخشید. سرده. نخوریم بستنی رو. سرده. پات سرده. بیتا یه جوراب زخمی مصابت بیار. پات سرده. بیتا بابا نه. بابا یه جوری حواسشو پرت کنی. جورابت کجاست؟ اونجا کجاست؟ اونجا که بگو که آویزون قفسه. آره قفسه داره. اسمش چیه؟ قفسه آویزون میکنن. آویزون میکنن. اسمش آویزون میکنن. کمدم بلد نیستی؟ حالا من برم کمد بابا ددی رو صاف و تمیز کنم. مرتب. برم کمد رو مرتب کنم. برم. برو
برو بابای خودتو بپرس. تو بابامی دیگه، چرا نمیدونی؟ جورابتو بپوشم گرم میشی، آروم میشی، میخوابی. خوابای من که تو تحقیقات آلزایمر نخوندم، شما چه خوابایی میبینی؟ حالا آروم بخواب. بخوابه. خوشگل و شیرین زبونی، شلوار و تبش و تمن در شونه سر، کوله مرد سه و کتاب و دفتر، چشم بی تا غرق خوابه، پس دیگه باید بخوابه. عطر بی تا عطر مریم، بابا هم میخوابه کم کم، بابا هم میخوابه دختر چی؟ چی میخواد؟ پخش کنه. چی پخش کنه؟ خواب دیدم آهنگ. آها خیر. بیت دختر جانم مامی. بیا. نه ببین چی شده؟ چی زدی؟ میخواد اون شعر رو که تو خواب دیده تو براش دوباره پخش کنی. هم که الان گوش میکردی. حالا نمیدونم اصلا میدونه شعرش رو خودش گفته؟ آفرین. خب من بخونم. خب من بخونم. دختره دونه من، تو چراغ خونه من، بی تو بیتابم همیشه، هیچ کسی بیتا نمیشه. شلوار و تبش و تمن در شونه سر، کوله مرد سه و کتاب و دفتر، چشم بی تا غرق خوابه، پس دیگه باید بخوابه. عطر بی تا عطر مریم، بابا هم میخوابه کم کم. بزن سلام عمو جان. سلام دخترم. برگشتین؟ آره عمو خوبی؟ ممنون. خانم خوبن؟ با هم برگشتیم. حالا به امید خدا ببینیم چی میشه. تراپی شدن؟ حالا بعدا با هم دیگه حرف میزنیم. امشب یه سر میام پیشتون. میشه فردا شب بیان؟ جایی میخوایم بریم؟ نه مامیم اومده، اگه فردا شب بیاین بهتره. گفتم یه عجوزه سر کلش پیدا میشه. خیلی خواه همون جا. فردا شب میام. پاشو نه صبر کن، گوش کن. پاشو باید بری همون. ببین نه گوش بده پریناز به حبیب میگه که پاشو برو همون، چون داداشت میخواد بیاد، باید مرتب شی، تمیز شی. آره پاشو پریناز کجایی؟
کجایی؟ بیا برو تو. منم بیام آبو برات. نه برو نه هیچ کس خیلی خوب. هیچ کس. آبو گرم و سرد نه در قفل نکن. پریناز در قفل نکن. پریناز ببر ای وای. حبیب از زیر آب بیا بیرون. بابا شیرو ببند اصلا. حبیب از زیر آب بیا بیرون. شیرو ببند. جانم آمی جان. آمی تو خونه آرد داری؟ فکر کنم توی یخچال دیدم. برای چی میخواد؟ بذار سلام. ببینیم با خودش چیکار کرده. خیلی بد سوخت. خیلی. مامی کجا بوده؟ داغه میسوزه. مامی من کفشو پیدا نکردم. یه کفش دیگه بپوشه. نه فقط همونا رو. دادی کفشات کو؟ کفشاتو کجا گذاشتی؟ دوسته نه پاک منو دوست کرده. این یه جا خودش گذاشته. اگه خودش گذاشته که برای جای غیر عادی گذاشته باشه. کجا همین پلکه؟ همینجا. اون تخت کتابخونه جایی نمیره. کفشاتو کجا گذاشتی؟ مامی من باورم نمیشه این چطور زیر دوش میسوزه ولی بیرون نمیاد. من اینکه پرده رو کشیده بوده. بچم اون نمیدونه که میتونه پرده رو بزنه کنار بیاد بیرون. بفرمایید به همین راحتی. سلام عمو جان. ممنون. بابا خوابه. 1 ساعت حاضرش کردیم، خوشگلش کردیم، مامان منگولش کرد خوابید. منگول؟ آره دیگه اون تپلی چه گناهی داره میون دعوای ما باشه. سلام خانم. سلام. برادری که با من بدبخت بود شما خوشبختش کردی. میبینی میدونی همون افسردگی شدید زمینه همین آلزایمری شد که مثل بختک رو زندگی همه ما افتاده. پریناز خانم شما خودتو بذار جای حبیب. زنت رفته خارج. همسرت. بله؟ زنت نه همسرت. بله همسرت رفته خارج. هر شب با مشکلاتی که مخابرات اون زمان داشت تلفنی با هم حرف میزدیم. یا ناغافل زنت ببخشید همسرت غیبش میزنه. نه جواب تلفن میده نه نامه. ارتباطم به کلی قطع میشه. شما باشی چی فکر میکنی؟ من گرفتار شدم. یه گرفتاری که گیجم کرده بود. خودم هم باورم نمیشد. نمیخواستم نامه بدم، نمیخواستم تلفن کنم. به بابا گفتم یه جور سرپوشیده توضیح بده به حبیب. ولی برام طلاق نامه اومد. منم بلافاصله نامه نوشتم. اوایل 1 روز در میون، بعد هفته یکی، بعد تا آخرین روز گرفتاریم نامه نوشتم. 34 نامه. پریناز خانم اون محکومی منظورم اینه که حبیب دیگه صبر کن ببینم کدوم محکومیت؟ عمو جان
محکومیت چی؟ نه بگین چه چی؟ کجا؟ اینطور که معلومه فقط شما نامه های منو خوندین که از محکومیت من با خبرین. آقای هادی خان، همین چند روز پیش خیلی اتفاقی متوجه شدم شوهر بینوای من همه این سالها منتظر نامه من بوده. هنوزم منتظره. چی شد این 34 تا نامه؟ آقای شریف، آقای محترم، آقای با اصل و نسب، هاش کافه خوشنامه آبرودار. هیچ کدوم از نامه‌هات به دست حبیب نرسید. تو زندان که بودم نمیدونستم چی بگم، نمیدونستم چطوری توضیح بدم، خجالت میکشیدم. طلاقنامه که اومد از شوک در اومدم. من حبیبو خیلی دوست داشتم، زندگیمو میخواستم. تو همون نامه اولم همه چی مو به مو براش نوشتم توی فروشگاه بزرگ دارم کار میکنم که زندگی من و این بچه باید تامین شه. تا اینکه کارفرما به من و 2 تا دیگه از همکارا یه مأموریت داد با پاداش خوب. کار عجیبی هم نبود. بعد چند تا چمدون لباس رو میبردیم کلن آلمان. بار سوم که رفتیم تو مغز چمدونا رو وارسی کردن. کلی حشیش، کلی گرس، همه جاسازی شده. بعدم که زندان. مامی گفت هیچ نمیدونست چی تو چمدونه. قاضی باور نکرد. شاید هم باور کرده، ولی ترجیح داده یه مهاجر کله سیاه رو محکوم کنه تا یه اروپایی مبور. 6 ماه زندان به جرم حمل مواد مخدر. هفته یه بار می‌اومدم خونه حبیب سر می‌زدم همینجا. یه بار دیدم یه نامه از شما رسیده. فکر کردم نکنه چیزی نوشته باشی که حبیب حالش خرابتر بشه. نامه رو بردم میشه بابام گفت قصه زیر سر بلند شدن عروس هم هنوز سر زبون هست. با این یکی دیگه چی کار کنن؟ عروس هاش کاوه به جرم حمل مواد مخدر زندانه. گفت حبیب بی‌طاقته، به آب آتیش میزنه که بره زنشو ببینه. کاری هم ازش بر نمیاد. گفت حالا که ناامیده این همیشه یه ضربه دیگه، بهتره بشه چی نگی. این که من بیگناه تو زندان بودم براتون فرقی نمیکرد. پریناز خانم، شما توقع دارین من و بابام 20 سال پیش مثل امروز شما فکر میکردین؟ این که بچه بابا میخواد مامی میخواد به امروز و 20 سال پیش و ایران و آمریکا ربطی نداره. یکم عشق میخواد که تو قلب تو بابات وجود نداشت. عمو جان، من و بابام که دشمن شما نبودیم. هر غلطی که کردیم فکر میکردیم کارمون درسته. من بابا لازم دارم. اون بابا منه. نمیدونه من اون کوچولوی قلم دوش اونم. من از 8 سالگی بابا نداشتم. چرا عمو؟ حالا هست ولی ندارمش. باید از دست تو و بابات گریه خون کنم که زندگی ما سیاه کردی. تقاصشو داده. دکتر رو از زنم قطع امید کردن. منم برگردوندمش همینجا که حالا باید بشینم و ببینم که چجوری هر روز جلو چشم آب میشه. بابام از قصه حبیب دق کردم. گریه نکن آقا جون، گریه نکن آقا جون، گریه نکن آقا جون. باشه تلف کن بده بهش بگو خیانت نکردم. میتونی بهش بگی؟ بهش بگو من توی زندون بودم. بهش بگو نامه همو ندادی بخونه. میتونی بگی همون چیزایی که به من گفتی حالا بهش بگو. نمیتونی بگی دیگه، هیچ وقت و هیچ حرفی نمیتونی بهش بزنی. برای همیشه تو ذهنش مونده من یک زن بی‌وفای خیانت کنم، بچه‌شم دزدیدم با خودم بردم. نمیتونه منو ببخشه، آروم شه. این بغض و کینه رو با خودش تو گور میبره و از دست تو هیچ کاری ساخته نیست. برگشت ناپذیر این قصه تلخ، مثل مرگ، مثل آلزایمر.
پا بشینم. فضولی موقوف. حرف نباشه دختر. خنده. آره خندید. سال نوتم مبارک. سال نو شما مبارک. ددی سال نو مبارک. 1000 تا میبوسمت مامی. تو هم بوسش کن. بیتاره بوس کن. مامی تو بهتر از من آلزایمر میدونی. تاچ، لمس، آغوش خیلی کمک میکنه. نه یادم نمیره. خنده. سلام. گفتم ماهی شب عید ما رو مزه کنید. وای ممنونم. یه چند لحظه تشریف داشته باشین. ظرفو که نمیشه خالی برگردون. یادت همیشه سر سال تحویل دور هم میشستیم سر حفظی. آره بیجا کوچولو عیدی چیز حبیب جان روزی 100 دفعه بهت محبت میکنم، روزی 100 دفعه هم بهت میگم دیگه بیتا کوچولویی وجود نداره. نداره. دیگه بیتا کوچولویی وجود نداره. من به علم پزشکی و چیزایی که راجع به آلزایمر میگن شکی ندارم، ولی احتمال معجزه هم هست. اصلا بذار آلزایمر کار خودشو بکنه، منم کار خودم رو میکنم.